الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سؤال آمده است که آیا جایز است که نماز تراویح را و نماز تهجد را از قرآن تلاوت نماییم و بخوانیم و این نماز را ادا بکنیم؟ البته در این مسئله که نمازهای نفل را از روی قرآن دیده خواندن یا که از روی تلفن دیده خواندن، یعنی قیام نماز، وقتی که انسان در نماز راست می ایستد، تلاوتی که در وقتی قیام می شود، این تلاوت قرآن را یا از روی خود قرآن دیده قرائت کردن یا که از روی تلفن دیده قرائت کردن، آیا جایز است یا نیست؟ در این مسئله علما به دو مذهب اختلاف کردند. مذهب شافعی و احمد ابن حنبل رحمهم الله جایز می‌دانند. جایز می‌دانند که کسی که نماز نافله می‌خواند، نماز تراویح، تهجد یا دیگر نماز نفل، می‌تواند که به دستش قرآن را بگیرد، مصحف را بگیرد، ببیند و تلاوت بکند و حتی ورق‌ها را گرداند. یا که امروز میگیم کسی که تلفن دارد، میتواند که به واسطه تلفن که در درونش قرآن هست، قرآن را تلاوت بکند و این جایز است. و مذهب دوم مذهب ابو حنیفه هست که قرائت کردن قرآن را در درون نماز از خود کتاب قرآن، به دست گرفتن قرآن یا از امروز بگیم به تلفن، به واسطه تلفن نظر کردن و خواندن را جایز نمیدانند و نماز این چنین انسان ها را باطل میدانند. این دو مذهب است. اما قول راجح، قول مذهب اول است، مذهب شافعی، احمد ابن حنبل، مذهب این چنین امام ظهری و دیگر از علمای زیاده این چنین فتوا دادند که جایز است که در وقت نماز نفل را ادا نمودن انسان قرآن را به دست بگیرد و از قرآن بخواند، یا امروز تلفن را به دست بگیرد و از تلفن قرآن را تلاوت بکند. سوره های دراز که انسان ها از یاد نیستند، بله بسیاری انسان ها قرآن را از یاد نیستند، همه حافظ قرآن نیستند و اما می توانند که این نمازهای تراویح را هر روز به واسطه قرآن بخوانند، از اول شروع بکنند، هر روز یک جز نماز تراویح را ادا بکنند و بالاخره در یک ماه قرآن را خودشان قرائت بکنند و ختم نمایند، البته با تدبر و تفکر. و همین است فتوای لجنه دائمه و همین است فتوای علمای کبار و علمای اهل سنت و الجماعت که جایز میدن. حتی امام ظهری میگویند وقتی که سوال میشد که ای امام، آیا جایز است که از مصحف یعنی از قرآن به دست گرفته نماز نفل رو بخونیم؟ میگند بله جایز است و سلف ما یعنی بزرگان ما در همون وقتی زمان تابعین این عمل رو انجام میدادن. میگند و البته حجت هم هست که مادرمان عایشه رضی الله عنها بارک الله فیکم وقتی که نماز نفل میخوندند از مصحف یعنی آیات هایی که در صحیفه ها نوشته شده بود تلاوت میکردند و این چنین مولای بگویم یکی از کسایی که خادمی حضرت مادرمان عایشه رضی الله عنها بود همچنین، و این ثابت شده است و این حدیث در سنن و مسند روایت شده است و ثابت است که مادرمان عایشه رضی الله عنها از مصحف تلاوت میکردند. پس قول راجح و قول صحیح همین است که برادران و خواهران عزیزم، امروز شما می توانید که نماز تراویح را در خانه اتان به واسطه قرآن بخونید، یعنی راست می ایستید، در دستتون قرآن را میگیرید میخونید، یا که امروز با خوبترش این تلفن هایی که است به تلفن قرآن را تحمیل میکنید، حفظ میکنید و بعد از این از همین قرآنی که در درون تلفنتون است میخونید و نماز را به پایان میرسونید. بارک الله فیکم. اما وقتی که در نزد شما یگان قاری هست که حافظ قرآن است و از حفظش خونده میتواند، افضل است که از حفظش بخواند.